بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم به اصحاب کرام خوش خبری دادند که ماه مبارک رمضان آمد، ماه مبارکی است. و این در رابطه با خوش خبری دادن ماه مبارک رمضان یک دلیل هم شده میتونه. الله در قرآن کریم ماه مبارک رمضان گفته که دایی باید روزه بگیرین. روزه سر شما فرض است، کتب علیکم الصیام. و این فرضیت سر شما تنها نیست ای پیروان قرآن، بلکه کما کتب علی الذین من قبلکم، این سر کسایی که قبل از مردمای صدر اسلام و قبل از اسلام بودن سر از اینا هم بوده. یعنی همه امتهای قبلی روزه می گرفتن. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فایدهش چی میشه؟ لعلکم تتقون، تا که شما در درجه های بلند پرهیزگاری و تقوا برسید. روزه یعنی راه های رسیدن آسان به مدارج و معارج معنویات و روحیات. باز الله در این رابطه که اگر کسی در این رابطه احساس کسالت بکنه، برای تسلیت از این میگه ایام معدودات، یک چند روزه است، ایام معدودات، روزهای شمرده شده. وقتی که تو رمضان با کل سال مقایسه کنی، 365 روز سال است، 30 روز است، یا 12 ماه سال است، 1 ماه است. به این حساب این روزهای محدود است. وقتی در مقایسه با کل سال بگی، دی انسان پاک میشه، از نظر معنوی پاک میشه، از نظر صحی پاک میشه، چربی های اضافی بدنش از بین میره، معدهش تفریح میکنه، گنگسی و کسالت که در ارتباط با خوردن زیاد چربی ها و شیرینی ها از چیزا کلش کاسته میشه. آدم از نظر جسمی اظهار راحتی میکنه، و از نظر روحی انسان به اوج کمال معنویات بالا میره. پیامبر صلی الله علیه و سلم این ما را گفت ماه مبارک است. قد جاءکم شهر رمضان شهر مبارک، ماه مبارک. ماه مبارک یعنی چی؟ یعنی تفتح فیه ابواب الرحمت، دروازه های رحمت الله دی باز می. الله مهربانی و شفقتش که بر بنده ها همیشه داره، این در ماه مبارک رمضان فراخ می سازه. به خاطر که کمک شود با بنده های نیکش که اونا را شیطان در بیراهه برده نتانه، شیطان های سرکش و کلان، مرد شیاطین، شیطان های بزرگ، تغل الشیاطین و مرد الجن، در زنجیرها بسته میشه. این شیطان ها که بسیار میتونن انسان وسوسه و بیرا کنن، یا در زنجیرها بسته میشه. و این کمک میشه به ما که به عبادت خود برسیم. لله فیه اتقاء من النار، به ما الله کسایی را داره که او را از دوزخ آزاد میکنه. یک فهرست از دوزخ آزاد میشه. و ذالک کل لیله، هر شب یک داد کسایی که مستحق دوزخ بودن، اعمال صالحشان کم بود، اعمال سیئشان زیاد بود، در میزان الله مستحق دوزخ شده بودن. به خاطر ماه مبارک رمضان توبهشان قبول میشه، پاک میشن، مستحق جنت میشن. فیه لیلة خیر من الف شهر، این یک شب است که از 1000 ماه بهتر است. 1000 ماه بهتر است چی معنا؟ یعنی ارزش معنوی از این به 1000 ماه ارزش دارد، به 83 سال ارزش دارد. و یعنی در این شب که کسی خدا را عبادت میکنه، مثل که 83 سال خدا را عبادت کرده باشه. بنابراین این رمضان اینطور امتیازات داره. پس انسان باید در ماه مبارک رمضان خوب خود آماده کنه برای عبادت و برای رشد و تکامل معنویات. شاعر میگه یاد الذی ما کفه الذنب فی رجب، ای کسی که گناه در ماه رجب هم بسط نکرد، حتی عصیت الله فی شهر شعبان، تا که در
شهر شعبان هم تو خدا را نافرمانی کردی. لقد اضلك شهر الصوم بعدهما فلا تسيره عیزا شهر عصیان. بعد از این 2 ماه ماه مبارک رمضان سرت سایه انداخت. این هم دیگر ماه نافرمانی و ماه سرکشی نگردان. قرآن زیاد بخوان، دی اجتهاد بکو، فانه شهر تسبیح و قرآن. این ماه تسبیح است و ماه قرآن خوانی است. دیگه این ماه کمترین گپی که دی ماه است است که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. این اون ماست که دی قرآن نازل شده. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه مبارک رمضان به خاطر ترس خدا و به خاطر رضامندی الله روزه میگیره، گناهش بخشیده میشه. و یک صحابی گفت یا رسول الله یک عمل به من نشان بده که مأمور انجام بدم در جنت برم. مرنی بعمل ادخل به الجنه. فقال عليك بالصوم فانه لا عدل له. روزه را محکم بگیر، روزه را هیچ چیزی با روزه برابر نمیشه. تخلف فم الصائم، حتی همون معده خالی که در دهن آدم یک بوی نامناسب پیدا میکنه، امور به عربی خلوف میگه. همون چی است؟ اطیب عند الله ریح المسک. پیش الله از بوی مشکم که در ارزش داره. للصائم فرحتان، برزدار 2 خوشی. فرحتون عند فطره، یک خوشی که وقتی افطار میکنه دیگه گرسنگی و تشنگی را اجازه پیدا میکنه که رفع بسازه، خوشحال میشه. و فرحتون عند لقاء ربی، و یک خوشحالی دیگه که از در روز ملاقات پروردگار است که وقتی اعمال شایسته خدا، ثوابای خدا که در رابطه با روزه میبینه که چقدر فریمان است، باز بسیار خوش میشه. روزه منظر جسمی فایده داره، ایره کل دکترها متفق هستند، و هم نظر روحی لعلکم تتقون. الله میگه شاید با روزه شما به مدارج تقوا برسید. دهی ما دعا قبول. حتی بعضی مسائل اجتماعی را که میبینیم، مثلا در روزه ما تشویق شدیم که جنگ و جنجال نکنیم. کسی میگه دعوت زد گفت این صائم. در روزه ما شما مکلف شدیم که به زیردستای خود شفقت داشته باشیم. من خفف عن مملوکی، کسی که از زیردست خود تخفیف بیاره، درش کار کم کنه، یک ذره سهولت برش بیاره در کارهای کارمندا و اعضای خانواده و هر کسی که با مشترک کار میکنه در کار از او کمک کنه، تخفیف بیاره سر از او. خدا گناهش میبخشه و به جنت میبرش. پس این ما رسید. ما باید برای مقدماتش از امیل امروز آمادگی بگیریم. کلا ما باید فکر کنیم که در رمضان داخل شدیم. امروز خودش یک روز مبارک است، روز جمعه است. در رمضان لازم است که آدم مثلا میگه که لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین. اول مقدمه ما این نیست که ما باید دیگه روزه نگیریم. خود روز جمعه روزش درست نیست. بعد از باز یک روز درست پیش از رمضان بعد روزه نگیری. مثلا میگه که خلط نشه، که فرض و سنت با فرض خلط نشه. در روزی رمضان نشه. به خاطر از اینکه ما شما یعنی بعضی مردم ها اجتهاد میکنن، میگه باشه امروز روزه بگیرم نکه رمضان باشه. این کار درست نیست. تو سر فرض علاوه نکن. چیزی را که الله گفته از اون روزی که با من شاهد منکم الشهر امیس، ما که شناختی باز روزه بگیری، که از اون پیش روزه بگیری. من میگه که من صام یوم الشک فقد عصى القاسم. کسی که روز شک روزه بگیره این چقدر نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و آله کرده. یک دوم چی است؟ پیش از رمضان که ما باید هر چی خرید داریم در رابطه با عید و در رابطه با نظافت خانه ها و به خاطر استقبال از عید، این ما باید پیش از رمضان بکنیم. یک اشتباه است که مردم در آخر رمضان زیاد ترتیبات برای عید میگیرن. در بازار در خرید وقتشان ضایع میشه، در رنگ کردن خانه و در شستن فرش و با بهترین روزا را دست میدن. به خاطر از اینکه همین چانس از دست ما نره روزه مبارک، خوب است که در یک دو روز باقی مانده هر چی در رابطه با عید و نظافت و خرید است خلاص شود. ما در رمضان فارغ و بیکار وارد شیم که برای اضافی نداشته باشیم. دیگه این خوب است که ما به این سنت پیامبر عمل کنیم که ما را گفته روزی ماه مبارک رمضان بپالین، پیدا کنین، وقت شب جستجو کنین، هلال ببینین، رؤیت هلال. این دیگه وظیفه یک تیم حکومتی نیست. هر مسلمان باید بپاله. این سنت ثواب میبره که شبی که شک میشه صبح روزه باشه، شامش بالا شود از سر بام بلند ببینه که مهتابه.
یک اظهار خوشی است، یک عمل است. ولی دوست شما از عمران میره، خب موتر تاکسی میاری روز اول برداشت میکنه، تو برای چی یک موتر گلپوش گرفته میری میدان هوایی او پیش و یک خوشی است، استقبال میکنی از او. به این خاطر آدم باید برای بپاله مهتاب شبیه یه مزون سنتای است قدم باید قبل از روزه گیره بکنم. و بسیار مهم است که ما طول سال یک برنامه داریم، بسیار برنامه بیفایده است، کورساز، درسای اضافی است، کار اضافی است، بعضی مشغولیت های بیفایده اضافی است. تمام روز بشی خبر را گوش بده، تلویزیون یا فیسبوک تا سر کوی یا واتساپ ببین، همین چیزا یا کلش برنامه اضافی است. یعنی برنامه اضافی را ما باید از دی 29 روز قیچی کنیم. اگه این هم باشه به روزه جایی نمیمانه. اینجا رو باید دور کنیم از زندگی خود، از ساحه زندگی خود دیگه پاره باید دور کنیم. تلویزیون خو بخی باید که به خانواده یک پروتکل قرارداد کنیم، این تلویزیون دیگه بند لاین مینش بکشه، ای روزید باز سالانش. این اینترنت بخی نخریم نمایی مبارک وای فای تانه بخی قطع کن، به خاطر از این که آدم میبره که برد وقت ضایع می بفهمه از کجا میگم. دلیل دارم میگم یا ندارم. امام مالک استاد حدیث، ائمه بزرگ حدیث امام مالک است. درس حدیث در 15 شعبان دیگه بند میکنه، از 15 شعبان بند میکنه، درس حدیث بند میکنه. حالا فکر کنید دیگه چی اهمیت داره؟ فقط یا قرآن تدریس میکرد یا تلاوت. اگر تدریس میکرد فقط قرآن تدریس. فانه شهر تسبیح و قرآن، شهر میگه این مای چی است؟ مای تسبیح گفتن از مای قرآن خواندن است. بنابراین ما پیش از پیش باید این مشغولیت اضافی خدا از زندگی خود دور کنیم. 4 چیز دور کنیم، 4 چیز. فضول الکلام، بیفایده گپارد، گپای بیفایده. با این چت کو با او چت، این بگو یا بیشتر مجلس قصه که هیچ دور به اهمیت نداره، نوشته میکنش که ببین هیچ وزن نداره. و که بعد باشه رو خو بیخی ترک کنیم، رو هر وقت باید ترک کنیم. ولی گپایی که مباح و جایز است، سر لفظ آدم نوشته میشه. نشوندین انی نذرت الرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. من روزه است امروز که انسان ها گپ نمیزنم. روزی گپ بود در امتهای قبلی، دیگه امت که گپ بود. حال تو جان پیغمبر هستی، تو که گپ نزنی خیلی دعوت اسلامی را کی بکنن؟ به این خاطر گپ بزن. روزی گپ در اسلام نیست، ولی گپی باشه که هدایت باشه، تقوا باشه، نیکی باشه، به امر بالمعروف باشه. دیگه گپای ناقی را باید از مجلسای بیفایده را، نشسترای بیفایده را کلش آدم باید حذف کنه. ترک فضول الکلام، ترک فضول المنام، خواب اضافی و بیفایده را. این خواب کسی